افشای آشوقی زهرا الهام و جمال مبارز و قصه های آشوقی زهرا الهام. زهرا الهام چرا خواسته با جمال مبارز نامزد شود؟ آیا جمال مبارز پیشنهاد زهرا الهام را قبول کرده است؟ زهرا و جمال در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. زهرا الهام هنرمند خوش صدا، خوش سیما، هنرمند جوان و تازه کار کشور است که این روزها با سرودن آهنگ‌های پشتو نامش در میان هنرمندان جوان و تازه کار کشور گل کرده است. زهرا الهام اولین دختر خانمی بود که توانست مقام اول را در برنامه ستاره افغان از آن خود کند. زهرا الهام بعد از ختم برنامه ستاره افغان آهنگ‌های مختلف به زبان‌های مختلف کشور ثبت و نشر کرد و آهنگ‌هایش به زبان پشتو آوازه شد. جدیداً زهرا الهام با هنرمند پاکستانی لیلا خان آهنگ‌های مشترک ثبت کرده است که مورد حمایت و تشویق مردم قرار گرفته است. حتی بازدید بیش از 10 میلیون بار در یوتیوب را از آن خود کرده است. زهرا الهام در کشور استرالیا زندگی می کند و این روزها شایعات نشر شده که زهرا الهام پیشنهاد عاشقی و ازدواج برای جمال مبارز داده است، ولی تاکنون حقیقت این ماجرا به صورت واضح بیان نشده است. جمال مبارز هم در کشور استرالیا زندگی می کند و در آنجا مانند سابق و کارهای هنری خود ادامه داده است. وی در نمایش‌ها و محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند. جمال مبارز در برنامه ستاره افغان مقام اول را از آن خود کرد و تحت حمایت خاص آریانا سعید قرار داشت. اگر این خبر حقیقت داشته باشد، من هم پیوند ازدواجی این دو جوان را از صمیم قلب تبریک گفته. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان زهرا الهام و جمال مبارز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.